سلام و خسته نباشید دوستان عزیز. خدمتتون عرض کنم دستگاهی که مشاهده میکنین MTRX V2 هستش، واتر بلاک شده. هر سه هشبرد این دستگاه روی یک تیکه بلوک قرار گرفته. من بلوک رو برمیگردونم که ببینید که این بلوک جوشکاری نیست و قالب هستش و فوق العاده مقاوم. رادیاتوری که استفاده میکنیم توی سیستم کولینگ رادیاتور پژو 405 دولول هستش. فنهایی که استفاده میکنیم برای پشت رادیاتور فنهای صنعتی هستش، دمنده، و اینها مدل CL4S هستن. همینطور از پمپ آب دلتا استفاده میکنیم مدل QB60. دوستانی که به این کالاها به این محصولات نیازمند هستن ما میتونیم براشون ارسال کنیم. پیروز و مؤید باشید. عزتی هستم، نماینده شرکت دامون در تهران و کرج.